بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، مسلمانان معزز، هم نفسای مهربان یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. همونطور که میدونید یه چند برنامه هستش، 4 برنامه هستش که برنامه ما متبرک هست به نام و یاد حضرت رحمتا للعالمین. هرچند که اگر همه روزهای عمرمون رو به نام ایشان ثبت کنیم بازم کمه. اگه لای تک تک برگ های تقویم روزگارمون گلهای محمدی بچینیم و برای تبرک قرار بدیم بازم کاری نکردیم. اگه همه لحظات عمرمون رو عطرآگین کنیم به عطر صلوات بر محمد و آل محمد بازم خیلی کاری نکردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین. کارشناس برنامه ما که درباره مهربانی ها، زیبایی ها، قشنگی ها، ویژگی های اخلاق و رفتار پیامبر مهربانی برامون صحبت میکنن، حجت الاسلام و المسلمین آقای اکبریان عزیز هستن که این نوبت هم قدم چشم من گذاشتن. آقا سلام. علیکم السلام و رحمت الله. مخلص. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و علیکم السلام، ادب و احترام خدمت شما همه بینندگان عزیز و محترم برنامه یاد خدا. انشالله که زندگی هامون معطر به عطر پیغمبر مکرم باشه، الهی و سیره رفتاریشون انشالله برای هممون الگو باشه و عمل بکنیم به این دستورات انشاءالله در سایه شنیدن صحبت‌های شما و مثل شما و عمل کردن بهشون انشاءالله. خب اگه اجازه بدید یه خلاصه‌ای دوستان آماده کردن، حدود 1 دقیقه از برنامه گذشته ببینیم و برگردیم گفتگو شروع کنیم. بفرمایید. خیلی ممنونم از همراهیتون. بله ملاحظه فرمودید ما همچنان داریم مرور میکنیم و تورقی میکنیم اثر گرانقدر حضرت علامه رو، سنن النبی رو و برخی از روایاتی که ایشان هم در این کتاب خودشون هم فرمودن بر حسب محدودیت ها وقتی که در اختیار داشتن گلچین کردن روایات رو، آداب پیامبر رو. حالا آقای اکبریان هم اینجا دارن گلچین میکنن در واقع کتاب رو و تعاملات فردی و اجتماعی حضرت رو برای ما میفرمایند. بسم الله. روایت جامع و کاملی از پیغمبر هست. فرمود خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. خود ببینید پیغمبر کیه؟ من کسیم که از همه شما با خانوادم بهتر و مهربانترم. بهترین شما هم کسی که با خانوادهش مهربانتر، خوش برخوردتر، خوش اخلاقتر باشه. چرا که من پیغمبر اینجوریم. خانواده یک نهاد بسیار مقدس و سرنوشت ساز برای همه است. عموما انسان‌های موفق یه رکن زندگیشون خانوادهشونه، یه رکن اساسی، یه پایه محکم تو خانواده دارن. حالا اگر هم پدر هم مادر باشه که بسیار عالی، گاهی یک کدوم از اینا هم خوب مدیریت میکنه، باز میبینه انسان موفق از این خانواده بیرون میاد، تو جامعه اثرگذاره. خانواده اینجوری اهمیت داره. حالا مدیریت خانواده، فهم جایگاه خانواده و اثرگذاریش، این دیگه برمیگرده به ما که چقدر بتونیم آگاهی کسب بکنیم، یاد بگیریم که این کتاب شریف به ما یه آموزه هایی داره از همین روایات، همین برخوردهای صحیح که میتونه یه قدری یه جرقه‌ای بزنه ما بریم سراغش. بله. ببینید روایات ما عمدتاً یه خط، 2 خط، چند خط دیگه، منتها خب دریایی از معرفت پشت این روایات خوابیده. شما این همین خیرکم لأهله چقدر تفسیر داره. چجوری ما میتونیم با خانوادهمون بهترین باشیم؟ چه کار باید بکنیم که تو خانواده خودمون خوبترین باشیم؟ هر کسی یه جایگاهی داره. نه خودمون بگیم، ما خودمون فکر کنیم الان من بهترین نسبت به خانواده‌ام. این مهمه که خانواده بگه. حالا خانواده‌ام شاید تو رو درواسی بگه، دیگران وقتی میبینن میگن آقا ایشون چقدر نسبت به خانواده‌اش مثلا مهربانه. این احتیاج به یادگیری داره، عرض کردیم قبلا هم، و باید این رو رفت سراغش، یاد گرفت. اصول تربیتی صحیح، اصول برخورد درست، اینا باید
آموزش داده بشه و آموزش دیده بشه. باید بریم یاد بگیریم. خانواده نهاد مقدسه. قرآن یه مثالی داره، میفرماد کلمه طیبه. حالا خانواده کلمه طیبه است، این نهاد پاکه. میفرماد کلمه طیبه که شجرت طیبه، مثل یک درخت پاکه. این تمثیل زیبا که یه قدری در مورد صحبت بکنیم ذیل همین روایت. میفرماد که انقدر پاک خانواده مثل یک درخت پاکیزه. یه درختی که خوبه، پاکه و منشأ خیر و برکته، یه مختصاتی داره. بعد خودش در ادامه میفرماد درخت پاک شجرت طیبه یک اصلها ثابت، ریشه داره. خانواده ریشه دار باید باشه. اصل یعنی ریشه، مثل درخت تنومند که استوار بودن و استوار ماندنش به ریشهشه. اگر ماها ریشه های اعتقادیمون رو در خانواده تقویت بکنیم، ریشه های اعتقادی بچه هامون رو هنر داشته باشیم تقویت بکنیم، خانواده قوی بشه، محکم و مستحکم بشه، میشه اصلها ثابت، مثل یک درخت محکم و تنومند که ریشه داره. خانواده ریشه دار در عصری که از همه طرف دارن هجوم میارن به دین، شما روزی نیست که نسبت به دین و بر علیه دین حرف نشنوی. بله. چقدر میشینن فکر میکنن، مینویسن، زحمت میکشن، حالا بر جهت باطل بله. هزینه میکنن، میلیارد، چقدر شبکه های مختلف همش هزینه برداره. محض رضا خدا که نیست که. بله. همه اینا حجمه هاشون هم بر دین و علیه دینه. حالا تو این شرایط خانواده چجوری میتونه خودش رو نگه داره؟ روزگاری که شبهات داره به وفور، بمباران شبهات داره بر سر بچه های ما اتفاق میفته، همینطور دارن میشنون، پاسخ داده میشه. چقدر ما تونستیم ریشه های اعتقادی بچه هامون رو محکم کنیم؟ چقدر میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ باید چه بکنیم؟ این هم احتیاج به بحث طولانی داره. بله. راه حل ها چیه؟ ماها چه نقشی داریم؟ اما حتی اقلش اینه، یه پدر یه مادر تو خانواده طبق روش و منش پیغمبر باید ریشه های اعتقادی بچه هاشو محکم کنه. ببینید ما اگر توقع داریم از بچه هامون که هر مسیری رو نرن، هر راهی رو نرن، پشت سر هر کسی راه نرن، خب ما هم باید یه راهی بهشون نشون بدیم. یعنی ما بگیم آقا این راهه، اینایی هم که این راهو رفتن نگاه کن ببین چقدر موفق بودن. یعنی راهو نشون بدیم، ثمره پیمودن این راه هم بذاریم جلو چشمشون، نمونه‌های عینی. مثل چیزی که مثلا در ارتباط با بچه‌ها مثلا میگن یه وقت چاقویی گرفت دستش، تو اون چاقو رو ازش میگیری برای اینکه گریه نکنه، اون میگیری یه چیز دیگه به دستش، چاقو رو گرفته شکلات بده، یه عروسک بده دستش که حواسش پرتش بره. اینجا هم باید همین اتفاق به نظرم بیفته. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، ایشون اولا حسنین رو خودشون میفرستادن مسجد، فرمودن برید صحبت‌های پیغمبر رو گوش کنید. بعد که می آمدن حضرت می نشست، بعد سوال میکرد خب حسن جان پیغمبر چی فرمود؟ حسین جان چی فرمود پیغمبر؟ هم تشویقشون میکردن، هم ازشون میخواستن، هم بالاخره راه جلو پاشون میگذاشتن. ما راه مسجد رو ببندیم، راه تربیت رو ببندیم، تشویق نکنیم. ببینید ما متاسفانه باید بگیم که همونجور که قرآن بینمون محجوره، الان مسجد هم محجوره. مسجد یک فضای متعالی تربیتیه، یک کلاس درس عمومیه، یک کلاس درس همیشگیه با شاخصه های متعالی. شما مسجد میری نظم یاد میگیری، اخلاق یاد میگیری، تربیت اجتماعی یاد میگیری، توجه به دیگران یاد میگیری، احترام متقابل رو یاد میگیری، عبودیت، بندگی. ببینید یه مجموعه کامله و خدا بی جهت اینو قرار نداده. یه محل اجتماعه که کلی شما میتونی اینجا درس یاد بگیری. این که حضرت زهرا سلام الله علیها بچه‌ها رو میفرستادن مسجد بی جهت نبوده. ما چقدر پدر مادران نسبت به مسجد رفتن خودمون و بچه‌هامون دغدغه داریم.
ببخشید تو پرانتز، خیلی از مذهبی هامون هم متاسفانه این دغدغه بینشون کم شده. آقا نماز میخوام بخونیم، خونه میخونیم دیگه، نماز میخونیم اما خونه میخونیم. اما باید خیلی اینجا وقتا با آلگوشو آره گفتیم تلنگر مذهبی ها. بزنیم به خودمون. آره شاید هر هفته هیئتمون ترک نشه ولی سال تا سال مسجد سر نزنیم. نمیگم هیئت رفتن بده، وقت سوء برداشت نشه، من خودم هیئتی ام، مثلا تو هیئت بزرگ شدم، اما این یه اشکاله. خب مسجد عرض کردم یه چیز دیگه است. همینطوره. خیلی از اتفاقاتی که میفته مثلا خب هممون شنیدیم پیغمبر همش مسجد بود دیگه. بله بله. عروسی مسجد، اصلا همون کارهای غیر چیزا تو مسجد انجام میدادن، بعد نماز بله. میشستن با مردم حرف می‌زدن، مشکلات گره گشایی ها همه. شاید یه بخشش هم برگرده به من و امثال من که مسجد رو کارایی هاش رو ازش گرفتیم. آره. و فقط شده نماز. حالا این یه مشکله، اما دلیل بر این نیست که ما خدایی نکرده بی توجهی کم توجهی کنیم به مسجد رفتن. مسجد رفتن فقط برای نماز خوندن نیست. این نکته رو ما متوجه بشیم، بعد اون وقت پدر مادرها بچه‌هاشون رو ترغیب کنن به مسجد رفتن. رفت آمد به مسجد روایات داره دیگه. یه کسی که به مسجد رفت آمد میکنه مثلا میفهمن چند تا خصلت عایدش میشه، چند تا ثمره داره براش. حالا اونها تو بحث تربیتی مطرحه که ماها که اهل اجتماعات هستیم، اجتماعات مذهبی حول محور نماز که خودش موضوعیت داره که تو مسجده، این باید و حتما طبق سیره پیغمبر اهل بیت یک روش تربیتی باشه برامون. ریشه اعتقادی بچه‌هامون رو شوری تقویت بکنیم. یه راهش همینه، اینه که ما بچه‌هامون رو مسجد بفرستیم، مسجد خوب بفرستیم. من هست بالاخره تو محله‌های مختلف مسجدی که فعالیت‌های فرهنگی مختلفی کسی دنبالش باشه پیدا میشه. هست. بله. یه جمله عجیب از تمی یادم افتاد، ببخشید پرانتز کوتاه بگم، خیلی مهمه به نظرم. ایشون میگن من نشستن در مسجد و بیشتر از نشستن در بهشت دوست دارم. بعد میپرسن چرا بهشت؟ میگن به این دلیل که با نشستن در بهشت خودم خوشحال میشم، اما با نشستن در مسجد رضایت خدا رو به دست میارم. خیلی حرفه. احادیث مسجد خیلی عجیبه. آره عجیبه که دیگه از بهشت برتر دونستن امیرالمومنین. خیلی ممنونم. ما بریم فاصله بگیریم و برگردیم ادامه فرمایشات آقا رو میشنویم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آمین. آیه انک لعلی خلق عظیم من یادی حکایتی انداخت. اجازه میدین خیلی کوتاه اینو من بگم؟ یه شخصی به امیرالمومنین میگه اخلاق پیامبر رو برای من بشمار. امیرالمومنین میگن که تو نعمت‌های دنیا رو بشمار تا من اخلاق پیامبر رو باید بشمارم. بنده خدا میگه چجوری بشمارم نعمت‌های دنیا رو؟ خود قرآن میگه قابل شمارش نیست و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. بعد امیرالمومنین میگن که خب تو قرآن داریم که متاع دنیا قلیل، متاع دنیا قلیله، از اون ور انک لعلی خلق عظیم، تو یه متاع قلیل رو نمیتونی بشماری، من چجوری یه چیز عظیم رو بشمارم که خلق پیامبر عظیمه؟ پس قابل شمارش نیست. فقط همینقدر بدون که همه مکارم اخلاق پیامبران در پیامبر عظیم الشأن اسلام کامل شد و به اتمام رسید و خودشون فرمودن اینی باعث اتمام مکارم الاخلاق. خیلی عجیبه این حکایت. حالا ببخشید من درس پس دادم، یه نکته‌ای هست بفرمایید. سلامت باشین ان شاء الله. این که همه چیز در پیغمبر ما جمع شده و خدا کامل ترین فردش رو همه دارن حقیقتا اینه. یعنی یه دینی آورده که پایان دهنده همه ادیان، یه نفرم آورده دیگه همه چی رو تمام کرده. دقیقاً. تمام خوبی ها، تمام زیبایی ها در این وجود مطهر رخنمایی میکنه، جلوه‌گری میکنه و همه عالم میتونن از این نور و ضیاءش بهره ببرن و در عنایات و در اون توجهات ویژه‌ای که خدا به حضرتشون داشته ما هم یه قدری خودمون رو به خدا نزدیک کنیم، چون خدا به پیغمبرش عنایت ویژه داره. اون کسایی هم که به این پیغمبر نزدیک میشن هم خدا دوستشون داره دیگه. نزدیک شدن به این پیغمبر ثمرش اینه که خدا ما رو دوست خواهد داشت و ما ان شاءالله بتونیم بهره ببریم از این وجود مقدس. عرض کردیم که این تشبیه قرآنی که ما اینجا استفاده میکنیم ازش در مورد خانواده، درست،
که میفرماد کلمه طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت. این آیه قرآن فرماد درخت پاک و پاکیزه و مستحکم ریشه داره. ریشه رو چجوری باید تقویت بکنیم؟ گفتیم یکی از راه‌های تقویت ریشه های اعتقادی خانواده و فرزندان اینه که ما مبناهای فکری بدیم. بهترین جا برای یادگیری دین، برای فهم دین، برای عمل بدین مساجدن که ما میتونیم ورود بکنیم، بیشتر بهره ببریم و یه دغدغه‌ای باید ایجاد بشه. نهادها و وزارتخونه ها نمیخواد، خود ما پدر مادرها باید این دغدغه رو داشته باشن، خودشون برن مسجد و خذوا زینتکم عند کل مسجد. زینتاشون هم با خودشون ببرن مسجد. زینت ماها چیه؟ خود قرآن میفرماد اولاد شما زینتتونن. بله. برید مسجد، بچه هاتون هم با خودتون مسجد ببرید، همراه هم خانوادگی مسجد برید، خانوادگی ریشه اعتقادیتون رو محکم کنید. بعد اگر اینجوری شد، فهم خانوادگی دینی پیدا کردیم، میشه المؤمنو کالجبل الراسخ. مؤمن مثل کوه استوار میشه. حالا بمباران شبهه بشه، از زمین و آسمون بباره، فرق نمیکنه. این محکمه، دلش به اعتقاداتش قرصه، فهمیده داره کجا میره. اگر قرآن میفرماید که بعضیا میگن کتابشون پیغمبر میفرمود که این دین، این راه، این مسیره، میگفتن ما پدرامون اینجوری بودن، ما هم به دین پدرامون هر کاری کردن ما هم کار انجام. قرآن میفرماید اشتباهه. شما فهمتون رو بر اساس پدرها و نمیدونم اینکه قدیمیامون اینجوری بودن، یه موقع ممکنه رسوم غلط باشه. فهم بروز عمیق از دین شما رو از خیلی چیزا نجات میده. میشه مثل کوه استوار. این کوه هرچی باد بیاد، بارون بیاد، این اصلا تغییر نمیکنه، خم به ابرو هم نمیاره. ریشه های اعتقادی رو محکم کردن. بعد ادامه آیه میفرماد و فرعها فی السماء. درخت پاکیزه شاخ و برگش رو به آسمانه. خانواده پاک فرعها فی السماء، اولا نگاهش به بالاست، به آسمانه، از رزق مادی و معنوی گرفته تا همه چیزش رو با بالا تنظیم میکنه. خانواده موفق خانواده است که نگاه فرامادی داره. هنر پدر و مادر اینه که بچه‌هاشو بتونه فرامادی بار بیاره. اول قرآن خدا میفرماد که یکی از ویژگی‌های مؤمن چیه؟ اعتقاد به غیبه. بله. ما یه چیزی تو این عالم داریم که نمیبینیمش، بهش میگه غیب. یعنی فرای ماده و این در و دیواری که ما میبینیم چیزایی وجود داره. یک همین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم که میگیم، یعنی یه نیرویی در این عالم هست که اینها یه ظواهریه که ما اینجا الان تو این عالم داریم میبینیم. اگر نگاه ما اینجور بلند باشه که این فرعها فی السماء، یعنی اهل رشد باشیم، اهل ترقی باشیم، نگاه صحیح داشته باشیم. گفت روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. این یه دغدغه است دیگه، همه این دغدغه رو دارن، متا درست به نتیجه میرسن، بعضی درست به نتیجه نمیرسن. آقا من کیم؟ از کجا چیکار میکنم؟ از کجا اومدم؟ کجا آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ نه ما ای وطنم کجاست واقعا؟ بعد خودش میگه چی؟ میگه آقا وطنت اینجا نیست، شما اینجا مسافری. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. من اصلا مال اینجا نیستم که شما مسافرت تشریف میبرید، خود دغدغه‌ای دارید مثلا محل استراحتتون پاک باشه، پاکیزه باشه، حالا هتلی، مسافرخونه، اتاقی، هرچی هست، در حد 4-5 روزی که اونجا هستی یه دغدغه‌ای داری. کسی بره توی مسافرخونه بگه آقا این پرده‌ای که اینجا زدید مورد پسند من نیست، بره خودش چند میلیون هزینه کنه پرده ببینه، آقا این شاید یه مشکلی داره دیگه، 5 روز اینجاست، دنبال چی میگرده؟ خدا میفرماید که نگاهتون رو اصلاح کنید نسبت به دنیا. وطن شما اینجا نیست، شما اینجا مسافرید. اگر تنظیم نگاه داشته باشیم،
تمام هم و غممون رو میذاریم رو بهره برداری از اون چه که داریم. یعنی من 5 روز رفتم مشهد، عوض اینکه به این ور اون ور رو نمیدونم ظواهر و اینجا و اونجا بپردازم، اون مقصود اصلی و حرم مطهر رو از یاد نبرم، حواسم از اون پرت نشه. آقا اینجایی که اومدی، فرمود امیرالمومنین رحم الله امرن علم من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کنه کسی که 3 تا چیزو بفهمه، درک کنه. همین نکته است. از کجا اومده؟ مبدأش کجاست؟ برای چی اومده؟ برای چی اومده؟ کجا اومده؟ اینجا کجاست؟ کجا میخواد بره؟ سرنوشتش، معادش، کجا باید برگرده؟ همه میگیم انا لله و انا الیه راجعون. راجعون یعنی رجعت، یعنی برگشت. یعنی ما یه جایی بودیم دوباره میخوایم برگردیم همونجا. پس ما مال اینجا نیستیم. تنظیمات وجودیمون رو بر این اساس و بر این پایه انجام بدیم که ماها باید رشد بکنیم. فرعها فی السما یعنی خانواده مترقیه بر اساس راهنمودهای پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام که میخواد رشد کنه، میخواد مصداق این روایت نباشه که من استوا یوما فهو مغبون، کسی 2 روزش مساوی باشه ضرر کرده. یعنی من امسال نماز میخونم، سال دیگه نمازم از امسال بهتره، یا خدای نکرده دارم مقایسه میکنم میبینم که آقا میداد پارسال نمازم بهتر بود از امسال، خدای نکرده عبادتم، تقربم به خدا، تفکرم، اینا مساوی بودنش ضرره. عقب موندن که دیگه هیچ. میگه آقا شما اگر نمازت مثل پارسالت باشه خیلی ضرر کردی، یه فرصتی رو از دست دادی که به هیچ وجه دیگه بر نمیگرده. خدا یه نعمتی بهت داده، این دقایقی که همین جور با سرعت داره میگذره این به هیچ وجه بر نمیگرده. اون آن امروز و این لحظه‌ای که ما اینجا هستیم به هیچ وجه دیگه تکرار نمیشه. حالا اگر امروز من با دیروزم مساوی باشه میگه ضرر کردی. خدا نکنه که عقب گرد کنم، خدا نکنه که با تفکر اشتباه، با مسیر غلط، با رفیق بد گاهی آدم رو برمیگردونه چند مرحله عقب. فرعها فی السما یعنی نگاهت به بالا باشه، همیشه اراده این رو داشته باش که پیش بری، تغییر مثبت کنی از جهت پیشرفت معنوی. خدا حفظ کنه علامه جوادی رو، ایشون میفرماید که ماها عمرمون پیش میره، عمر معنوی و فکریمون هم باید رشد بکنه دیگه. بعضیا ایشون میفرماید که بعضیا 50 سال عمر میکنن ولی یه کودک 50 ساله. دقیقاً. یعنی به 50 سال تو این عالم بوده اما به نسبت 50 سال رشد هم کرده از جهت فکری. فرعها فی السما. بعد میفرماید که تؤتی اکلها کل حین. عبارت بعدیش اینه، این درخت پاک و پاکیزه ثمره داره. خانواده باید ثمره داشته باشه، نتیجه داشته باشه. همیشه هم ثمره داره، همیشه هم اهل خیره، میوه میده درخت پاک. این رو عرض کنم تمام که ما ثمره داشتنمون، خیر رسانیمون چجوری باید بشه. فرق نمیکنه تو هر جایگاهی هستیم. سلمان استاندار مدائن بود، دید که یه پیرمردی اساسش رو گذاشته نشسته، زانوی غم بغل کرده. گفت پیرمرد چرا ناراحتی؟ گفت که این وسیله هام اینجاست، نمیتونم ببرم، کسی نیست کمکم کنه. اینقدر ظاهرش ساده بود، فکر کردین کارش باربریه. سلمان استاندار کمکش کرد.